درود دوستان، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل ما. امروز میخوایم در مورد 5 تا از عادتهایی که میتونه انگیزه شما رو در زندگی نابود کنه صحبت کنیم. اولین مورد، بهانه تراشی. اگه از تغییر کردن میترسید، 1000 تا دلیل برای انجام ندادن یک کاری پیدا میشه. همیشه راه پیدا میکنید تا سبک زندگی راحت خودتون رو توجیه کنید. مثلا فرض کنید توی شغل خسته کننده دارید کار میکنید که نه ذوقی داره و نه الهام بخشه براتون. آرزو دارید دنبال یه حرفه راضی کننده تر برید، ولی نمیتونید از راحتی و ثباتی که الان دارید دست بکشید. هر وقت به استعفا از اون شغل خسته کننده فکر میکنید، یه لیست بهانه ردیف میکنید که شما رو توی اون حالت نگه میداره. این عادت مخرب انگیزه شما رو از بین میبره. بهانه تراشی، چه بزرگ باشه چه کوچیک، شما را از رسیدن به آرزوهاتون دل سرد میکنه، چون همیشه دلیل‌های پیدا میکنید تا کارها رو عقب بندازید. شاید 1,000,000 دلیل برای انجام ندادن یک کار باشه، ولی ریسک هایی رو که برای شما مفیده به جون بخرید. فقط یه دلیل لازمه تا اون کار رو انجام بدید. اگر از زندگی بیشتر میخواید، هیچ چیزی نباید جلوی شما رو بگیره. هرچی بیشتر بهانه بیارید، تغییر کردن سخت‌تر میشه. پس بهانه هاتون رو رها کنید و دنبال چیزی که براتون مهمه برید. دومین مورد، بت ساختن از سلبریتی ها. آیا سلبریتی های موفق رو الگو قرار میدین؟ آیا از کارهای فوق‌العاده‌ای که انجام دادن شگفت زده میشین؟ اگه میخواین موفق بشین، مهمه که آدمایی رو پیدا کنید که داستاناشون شما رو به چالش بکشه و بهتون انگیزه بده. شاید به سلبریتی ها، هنرمندا یا رهبران طبیعی احترام بذارید. شاید چیزهایی که به دست آوردن یا مهارت هایی که یاد گرفتن رو تحسین کنید. اما لازم یادتون باشه که آدم‌های موفق هم هنوز آدم هستن. یه زمانی تو جایگاه شما بودن و به اونایی که تحسین میکردن نگاه میکردن. اون موقع هم از آیندهشون مطمئن نبودن و شک داشتن که اون چیزی رو که لازمه بهش میرسن. با وجود نگرانی ها و ترس هاشون، راه خودشون رو ساختن، با شکست هاشون پشت کار داشتن و تعریف خودشون رو از موفقیت به وجود آوردن. وقتی از سلبریتی ها بت میسازین، باهاشون مثل شخصیت های افسانه‌ای رفتار میکنید. درسته که تحسین کردن موفقیتشون ایرادی نداره، اما یادتون باشه که شما هم میتونید به اهداف بلند مدتتون برسید. درست مثل هر آدم دیگه‌ای که موفق شده، میتونید سخت کار کنید، ساعتهای زیادی بذارید و رویاتون رو محقق کنید. به کسایی که بهتون الهام میدن احترام بذارید، اما از دستاورداشون بت نسازید. حسادت هیچ وقت تو زندگی آدمو به جایی نمیرسونه. اما اگه به خودتون ایمان داشته باشید و از راهنماهاتون یاد بگیرید، میتونید دنبال نسخه از موفقیت برین که مخصوص خودتون باشه. سومین مورد، برنامه‌ریزی های پیچیده. برنامه‌ریزی یه ویژگی با ارزشه، ولی برنامه‌ریزی زیاد میتونه انگیزه شما رو کم کنه. خیلی از آدم‌ها ساعت‌هاشون رو صرف انتخاب کردن کاری که میخوان انجام بدن میکنن، به جای اینکه واقعا اون کار رو انجام بدن. شاید کل برنامه روزانه‌تون رو دقیقه به دقیقه تنظیم کنید. شاید 10 هدف کوچک و مشخص بذارید. شاید یه روتین پیچیده و الهام بخش درست کنید. اما اگه بر اساس اون برنامه‌ها عمل نکنید، اون برنامه‌ها اتلاف وقت هستن. این یه تله رایجه که خیلی‌ها توش میافتن بدون این که متوجه بشن چقدر به خودشون آسیب میزنن. خیلی به برنامه‌ها، ساختارها و روتین‌ها تکیه میکنید، ولی آیا واقعاً دارین به سمت هدفتون پیشرفت میکنید یا فقط چون از شروع کردن میترسید برنامه ریزی میکنید؟ حقیقت اینه که شاید از برنامه‌ها و اهدافتون مثل هر اتلاف وقت دیگه ای استفاده میکنید. از بیرون به نظر میرسه که یه کار سازنده انجام میدید، ولی در واقع هیچ قدمی به جلو بر نمیدارید. در واقع خودتون رو با انواع و اقسام و مسئولیت‌های خیالی غرق میکنید. هرچی برنامه هاتون جزئی تر باشه، فشار بیشتری روی دوشتون میفته و بدون اینکه متوجه بشید وظایف و مشکلاتی رو درست میکنید که اصلاً لازم نیست حلشون کنید. شاید مشکلات رو زیادی پیچیده میکنید چون به توانایی خودتون برای روبرو شدن باهاشون ایمان ندارید. هیچ برنامه ریزی نمیتونه جایگزین شجاعت و مصمم بودن باشه. میتونید بهترین و جزئی ترین برنامه ها رو بریزید، ولی تنها راه رسیدن به هدف عمل کردنه. البته این به این معنی نیست که همه برنامه ریزی ها اتلاف وقت هستن.
برنامه‌های روزانه، ورکشیت‌ها و لیست کارها ابزارهای فوق‌العاده‌ای برای سازماندهی و کارآمدی هستند. توی شروع این ابزارها میتونن بهتون کمک کنن که بفهمید باید چی کار کنید و کی باید اون کار رو انجام بدید. اما وقتی چالش‌های جلوتون رو فهمیدین دیگه وقت تلف کردنه. برنامه‌ها رو بذارید کنار، ورکشیت‌ها رو جمع کنید و شروع کنید به پیشرفت واقعی به سمت اهدافتون. چهارمین مورد، پیش‌فرض‌های قضاوت‌آمیز. خیلی از آدما با حدس‌های عجولانه در مورد دیگران کمبود موفقیت خودشون رو توجیه میکنن. به کسایی که بیشتر از شما به دست آوردن نگاه میکنید و فرض میکنید که برای رسیدن به جایگاه فعلیشون میانبر زدن. شاید دستاورداشون رو کم ارزش جلوه بدید. شاید موفقیتشون رو به تربیت یا خوششانسیشون ربط بدید. اما قضاوت هاتون فقط یه مکانیزم دفاعیه که بهتون اجازه میده شکست‌های خودتون رو توجیه کنید. این عادت بد نه تنها دیدتون رو نسبت به دنیا خراب میکنه، بلکه انگیزتون رو هم از بین میبره. باعث میشه فکر کنید که تنها دلیل موفقیت هر کسی شانسه. هرچی بیشتر به شانس اهمیت بدین، کار سخت کردن و سرمایه گذاری روی موفقیتتون کم اهمیت تر به نظر میرسه. به مرور زمان این ذهنیت منفی انگیزتون رو برای کار کردن و پیشرفت کم میکنه. اگه مطمئن باشین که کار سخت هیچ سودی براتون توی زندگی نداره، خب چرا باید وقت بذاری و انرژی روی اهدافت؟ خوشبختانه این اصلا درست نیست. زمان، تلاش و سرمایه گذاری عاطفی اجزای ضروری هر داستان موفقیتی هستن. مهم نیست از کجا شروع بشه. تو اکثر مواقع آدما به خاطر تعهدی که به اهدافشون دارن و موفقیت میرسن و برای رسیدن بهشون از هیچ کاری دریغ نمیکنن. اگه میخوای انگیزه خودتو بالا ببری، طرز فکرتو در مورد آدمای موفق عوض کن. اشکالی نداره که قبول کنید اونا بیشتر از شما تلاش کردن. شاید از بیرون نبینید، اما هر آدم موفقی ساعتهای زیادی وقت گذاشته، با تمام وجود کار کرده و با رد شدن و شکست کنار اومده. اونا کارهایی رو رد کردن که شاید شما از انجامشون میترسید و همین ریسک ها بهشون اجازه داده تا به خوشبختی و موفقیت برسن. هرچی بیشتر به بقیه اعتبار بدید، خودتون رو بیشتر برای تغییر و پیشرفت توانمند میکنید. اگه بقیه میتونن سخت کار کنن و موفق بشن، شما هم میتونید. پنجمین مورد، ایراد گرفتن. هیچ چیزی به اندازه خودخوری انگیزتون رو از بین نمیبره. وقتی یه چیزی اونجوری که میخواستین پیش نمیره، شاید به نقاط ضعفتون حمله کنید و شکست هاتون رو بزرگ جلوه بدید. شاید خودتون رو برای هر اشتباهی سرزنش کنید و قسم بخورید که دیگه هیچ وقت شکست نمیخورید. شاید فکر کنید داریم به خودتون برای بهتر انجام دادن اون کار انگیزه میدید، اما این خود انتقادی خشن معمولاً انگیزتون رو از بین میبره. خب چرا؟ چون هر بار که اشتباهاتتون رو سرزنش میکنید، به خود باوریتون آسیب میزنید، با خودتون سخت گیرین، استرس و تردید به خودتون راه میدید که همه اینها روحیتون رو سنگین میکنه و اعتماد به نفستون رو پایین میاره. وقتی مدام روی ایراداتتون تمرکز کنید، سخته که به خودتون ایمان داشته باشید. اگه میخواین انگیزه، اعتماد به نفس و باور به خودتون رو بالا ببرید، باید راه‌های سازنده‌تری برای یادگیری و پیشرفت پیدا کنید. مثلا به جای اینکه اشتباهاتتون رو سرزنش کنید، سعی کنید پیشرفتتون رو تحسین کنید. حتی اگه شکست خوردید، هر ناحیه‌ای که تغییر کردین یا بهتر شدین رو برجسته کنید. این عادت کوچیک اما مهم بهتون یادآوری میکنه که ارزش این رو دارین که به خودتون باور داشته باشید و به شما مدرکی از رشدتون میده که باعث میشه با جدیت کار کنید و ادامه بدید. اشکالی نداره که از خودتون انتظار زیادی داشته باشین. این که هدفهای بلند پروازانه دارین خوبه، اما باید حتی وقتی که شکست میخورید از خودتون حمایت کنید، خودتون رو بالا بکشین و به خودتون انگیزه بدین. لازمه که به خودتون ایمان داشته باشین، حتی وقتی هیچ کس دیگه ایمان نداره. نهایتاً ایمان شماست که باعث میشه به بزرگترین آرزوهاتون برسید.